بسم الله الرحمن الرحیم سوره الحاقه شروع میشه. ایره الحاقه میگه. حاقه چیزی که ثابت شونده است، یعنی حتمی واقع میشه یا پیوست شونده است. از قرآن یکی از جمله نامهای قیامت امی الحاقه است. پیوست چی میشه؟ اعمالت قطعی تو پیوست میشه، دفتر عملت قطعی پیوست میشه، نتیجه عملت قطعی تو پیوست میشه، اینمی حساب کتاب قطعی تو پیوست میشه. یا ثابت است آن چیزی که برات نوشته شده و تو در این دنیا انجام میدی، این مکمل ثابت شده و اونجا برات بازگو میشه. از او خاطری را سوره الحاقه میگه. 78م سورت است در نزول خود که قبل سوره معارج و بعد سوره ملک نازل شده. سورت مکی است، از او خاطر تمرکزش خیلی سری مسائل عقیده است، خصوصا بحث قیامت در اینجا میشه. ارتباطش قطع ما قبل در ما قبل الله بیان توحید کرد توسط دلایل، در اینجا توسط ترغیب. در اینجا الله تبارک و تعالی زجر میده بالای کسایی که توحید و رسالت قبول نداره با آمدن عذابای الله تبارک و تعالی. یا در ما قبل در جمله اصول ثلاثه که او توحید رسالت احوال قیامت است دویش ذکر شده بود، اینجا سومش که او احوال قیامت است او ذکر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. الحاقه، حاقه چیزی که ثابت شونده است یا پیوست شونده است. ملحاقه، چی چیز حاقه؟ و ما ادراک، چی چیز تو را دانانده که ملحاقه، حاقه چی است؟ چی چیز تو را دانانده؟ ادراک وقتی که میاد حتما ما بعد علم به او چیز که سوال کرده شده الله بیان میکنه. اگر یدریکه گفته بود باز اونجا امو علمی که چیزی سوال شده او علم داده نمیشه. الله علی بر ما بیان میکنه او در هر جایی که سوال جا آمد القارعه ما القارعه الحاقه ما الحاقه، این نمایندگی زیر میکنه که تصوری ازوره، منظری عجیبی ازوره پیش کردن در این دنیا امکان نداره که چه رقم پیش کنیم. برای انسان امکان نیست که این را مشاهده بکنه، چرا او مخصوصی آخرت است. از همون خاطر مکمل تصویری از او را در دنیا آوردن و پیش شما پیش کردن گپی خیلی کلان است. دیگه چی بگویم؟ مثل که میگم آلی چی برات بگویم وقتی که یک چیز خیلی عظیم دانسته که چقدر جای بود، آلی چی برات بگویم؟ پشتی پرسان نکو دیگه، پرسان نکو که خیلی کلان است. این امور امی قسم عظیم است، از او خاطر استفهام قرار میگیره. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، نسبت دروغ کرده ثمودیا و عادیا بالقارعه، با او چیزی که کوبنده است، یعنی او روزی که مردم را میکوبه، کفار را میکوبه. فاما ثمود، هرچی ثمودیا فاهلکوا هلاک کرده شدن بالطاغیه، توسط آفتی که از حد گذرنده بود. طاغیه او را میگه او طور صدای هیبتناکی دیگه حد نداشت، آنقدر هیبتناک و از حد گذرنده. یا مراد طاغیه آفتی که بالکل چوکاٹ نداشت. سوم ترجمه فاهلکوا هلاک کرده شدن به طاغیت به سبب اموری که از حد تیر شده بود، اینطور گناه ها کردن که او حد و اندازه نداشت. ثمودیا اگرچه بعد از عادیاسته لیکن اینجا پیش ذکر کرد به خاطر که دیارش به اهل مکه نزدیک بود. و اما عادون هرچه عادیا بود فاهلکوا هلاک کرده شدن بریح، توسط باد سرسرین که خیلی تیز بود، سرسر بادی که نفوذ میکرد در وجود. عاتیتن، یکی از انضباط برآمده بود. سخرها علیهم، مقرر کرده بود الله بالای عادیا امی باده 7 لیال، 7 روز و 7 شب و 8 ایام، 8 روز. از یک چهارشنبه شروع شده بود تا چهارشنبه دیگره که مراد از پیش چی بود؟ دم و بیگاش خلاص شده. حسوما، یکی پی در پی بود. فتر القوم، تو میدیدی قوم یا میبینی قوم فیها در اینمی عذاب سرعا که مرده افتادگان بودن، که انهم اعجاز نخل خاویه، تو گویی که یا تنها گندکی برش میگیم، تنهای خرماهای خاویتن، یکی افتاده باشد در زمین. امو رقم تنها بود. معلوم شد که قد و قواری عادیا بسیار بلند بوده او خیلی تنومند بوده. فهل ترایا، تو میبینی لهم برای از یا من باقی، کسی باقی، هیچ چیزی از دو حالات باقی مانده؟ و یکیشان کدام کس من باقیه، یعنی یک نفس باقی را میبینی از و جاء فرعون و من قبله، آمده بود فرعون و من قبله، کسی که پیش از فرعون بود. والمؤتفکات، و قریه هایی که سرنگون شده که او قریه های لوط علیه السلام بود. بالخاطئه، آمدن کرده یا
بالخاطئه، به گناه های بزرگی زیاد. خاطئه هر گناه بزرگ میگه. واقعا فرعون هم همونطور گناه های بزرگ کرده بود. چرا؟ اولاد بنی اسرائیل ذبح میکرد، زنایشان بیاب و بی حیا میکردن، بیگار کشی ها سری خودی بنی اسرائیل میکردن، ظلما کردن. امی قسم قوم لوط علیه السلام گناه های بزرگ کردن، خلاف فطرت شهوت رانی کردن، راه ها را گرفتن، مسافرها را آزار دادن. فعصوا رسول ربهم، وجه مشترک کل طایفه های گمراه و عذاب شده اینمی بود، نافرمانی از پیغمبری پروردگار مالک و متصرف خود کردن. پیغمبر برش آمد یا قبول نکردن دعوتش. فاخذهم اخذت الرابیه، گرفت یاره الله تبارک و تعالی اخذت الرابیه، به گرفتنی که خیلی سخت بود. انا لما طغى ما هرگاه که از حد گذشت آب، یعنی بالا شد روی زمین گرفت، حملناکم شما را سوار کردیم، فی الجاریت در کشتی روان، لنجعلها که بگردانیم امی مواقع را، لکم برای شما تذکرتا نصیحت، تذکرتا یادآوری از اینطور حالتا که بله کسی که نافرمانی میکنه از رسول این اینمی سرنوشت مبتلا میشه. این جهاز زمین راجع به واقعه شد. یا لنجعلها که بگردانم مثل همی کشتی را، او کشتی خو میده شد، مثل از این کشتی را بگردانم، لکم برای شما تذکرتا پند و یادآوری برای زندگی آینده تان که در آب کشتی غرق نمیشه. و تعیها نگاه کنه، یاد کنه اینمی واقعاتا، این حادثه را اذن واعیه، امو گوشایی که واقعا یاد دارنده است. هر گوشی این گپا را در ذهن نمیگیره، گوشی که واعیه است. از همون خاطر ما میگیم گپ از این گوش میشنم از اون میبره، نه، گوشی که گپا نگاه کنه. فاذا نفخ فی الصور، در آن وقتی که دمیده شود در سور، نفخه واحده، یک دفعه دمیدن. چرا که دیگه دفعه بعد از 40 سال بعد میشه. و حملت الارض والجبال، ورداشته شود زمین و کوها، فدکتا کوبیده شود یا ریزه شود، دکتا واحدا به یک ریزه شدن. فیومئذ دیروز وقعت الواقعه، واقع میشه چیزی واقع شدنی. چه چیز واقع میشه؟ یا قیامت، یا است که حساب و کتاب، یا تقسیمات که کسی به یک طرف کسی به دیگر طرف، یا است که در اینجا سوال و جواب، کلی از به نام واقعیات میشه. و انشقت السماء، میترقد آسمان، یعنی شق میشه. فهی یومئذ، اینمی آسمان در روز واهیتون سست میباشه، حالی چقدر مستحکم میبینی. والملک علی ارجایها، ملائک علی ارجایها، به کنارهای از او میباشه، از آسمان پایین میشه طرف زمین. و یحمل عرش ربک، ورداشته میباشه عرش پروردگاری تا، فوقهم بالای خود، یومئذ در روز 8 عرش پروردگار 8 ملائک گرفته میباشه. البته 8 ملک در یک حدیث میاد که از نرمه گوش یزی تا برابر شانه 700 ساله راه هست. 700 ساله راه الله میدانه. بعضی میگه، ابن عباس رضی الله عنه میگه مراد از 8 صف ملائک است. این اموری است که عقل ما گنجایش درک از او را نداره. به کی میسپاریم؟ به الله تبارک و تعالی. یومئذ تعرضون، در این روز پیش کرده میشه شما برای محاسبه. لا تخفا منکم، هیچ پنهان نمی باشه از شما. خافیتون اج راز و اسرار شما کلش برملا. فاما من اوتیه، پس هرچی که او کسی که داده شده کتاب او عمل نامه دفتر اعمالش بیمینه به دست راستش، فیقول از دست خوشی میگه ها امو الا بگیرید اقرأو بخونه کتابیه نامه اعمالی مرا، بسیار خوش می باشه. اینی ظننتم، یقین کرده بودم در دنیا، انی ملاقین که من روبرو شونده استم حسابیه، قطعی حساب خود، از او خاطر عمل مطابق که ازی کرده بودم. فهو فی عیشت راضیه، یادم در زندگی خیلی پسندیده است. راضیه ای که خوشحال است، صاحب همی زندگی. فی جنت عالیه، در جنتی که باغی که خیلی بلند است، یا مرتبهش بلند است، مقامش یا در جای بلند است. قطوفها دانیه، میوه هایش خیلی نزدیک است، یعنی در هر حالت به انسان میرسه. اگه خواب میکنی، نشسته باشی، استاده باشی، گفته میشه به این طور مردم ها کلو بخوری و اشربو بنوشی هنیئا به خوشگواری، بما اسلفتم، به سببی که پیش فرستاده بوده، فی الایام الخالیه، در روزای گذشته. روزای گذشته روزای دنیاست که شما در اونجا پابندی دین الله را کرده بودی. و اما من اوتی کتابه، هرچی او کسی که برش داده میشه
کتابه کتابش به شمالی بر دست چپش فیقول میگه یا لیتنی افسوس لم اوت کتابیه داده نمیشد بر من دفتر اعمالم ولم ادری ما حسابیه من نمیدانم که سرنوشت حساب من چطور است یا لیتها ای کاشکی که این مرگ دنیا کانت القاضیه می بود قطع کننده فیصله کننده که باز زنده نمی شدیم ما اغنا عنی مالیه اونجا در بدر خاک بسر هر روز پشت مال دویده کلی گپار مال برم پیدا کرده بود ما اغنا دفع نکد عنی از من مالیه مال و داراییم هلک عنی سلطانیه از من هلاک شد برباد شد سلطانیه حکمتی ما یا حجتی ما کسایی که قطمه لا لشکر بود کلش از بین رفت یا سلطانیت دلایل شرک و بدعت که اونجا پیش میکردم ولی یه چیز باقی نمانده الله میگه خذوه بگیره فغلوه در گردنش توق بندازه ثم الجحیم بعد از او به طرف جهنم صلوه داخل کنش ثم فی سلسلت بعد از او در زنجیری که زرعها درازی از او 70 ذراعا 70 گز مراد اینجا کسرت است یا 70 یک گز یزی یک سر یزی وقتی که از بالا از آسمان در زمین میه 500 سال راه است او در یک حصه شب میگه این زنجیره که مندازه 70 سال پایین میه هنوزم سرش نمیرسد ای طور زنجیر فسلکوه داخل کنیشه انه کان لا یؤمن بالله العظیم وجه چی بود یقینا این آدم بود لا یؤمن ایمان نداشت عقیده نداشت بالله العظیم با او اللهی که بزرگ بود صفاتایش با او اللهی که نشانه های معرفتش خیلی زیاد بود بزرگ بود بالله العظیم با او اللهی که عظیم صفاتش عظیم بود افعالش عظیم بود ذات الله تبارک و تعالی عظیم بود ولا يحض على طعام المسكين در عقیده خوی تو حالتی بد داشت ولا يحض تیز نمیکرد ترغیب نمیداد على طعام المسكين به طعام دادن مسکینا یعنی مسکینا را خود خویش مصرف نمیکرد دیگر هم تیز نمیکرد فلیس له اليوم هاهنا حمیم نیست بر یزید ای روز هاهنا حمیم کسی دوستی واقعی برش نیست اینجا دو صفت الله برش ذکر میکنه یکی از نگاه عقیده و یکی از نگاه عمل به الله اوطور اللهی که عظیم است عقیده نداشت یعنی بعضی خب الله عقیده داره خب به عظمت الله عقیده نداره به عظمت الله که الله عظیم است عظمت الله تقاضا زیر میکنه که الله را مشکل کشا بدانیم حاجت روا بدانیم الله تبارک و تعالی هر کار کرده میتونه با تاسف امروز مومنای ما به الله عقیده داره خو لیکن به عظمت الله عقیده نداره ارور طرف خبرا آوردن عظمت الله را نمیشناسن این بسیار سخت است دوم عمل جنبه عملی از یا چی بود که ولا يحض على طعام المسكين مخلوق الله را حقیر میدانست این را سبک میدانست توجه برش نمیکرد با وصف که توان داشت که سری مسکین ترحم بکنه شکر الله را بکشه که الله بر من نعمت داده من باید بریزی بدم لیکن خود نمیداد دیگران را هم ترغیب نمیکرد به طعام مسکین امروز افغانستان پر از مسکین است مولا صاحبای ما در یک جمعه به مردم نمیگه که واجی صاحبا ختمه نکنی به مسکینا بده این رایش است این مسکینا سر ما حق داره این گپ نمیکنه ما حالات خیلی خراب داریم در افغانستان این صبحی قاری صاحب ما اونجا در مسجد گفت که یک کسی در پغمان بوده طفلان پیدا شده بود در کل زمستان بخاری نداشت در کل زمستان همین قدر زمستان سخته که تیر کرده و چند دانه کمپل داشت امور سری خود منداختن آخر امشیریش که آمده حالت دیده خبر شده که طور حالت تیر کرده این مردم ها پیسه را جمع میکنه امی ملای نام الله امی آجی ناجی امی وکیل ناوکیل دور از حاضر مجلس و از مردمای نیک پیسه را جمع میکنه برای شکم پرستی خود یک روز از همسایه خود آگاه نشودن که آدم غریب است یا فقیر است اینی بیوه است اینی یتیم است اینی نه دست داره نه پای داره هیچ یا این عمل نکردن یک روز ملت ترغیب ندادن تشویق نکردن خود خودش نمیکنن ملا گاهی هم خود نکردن خود دیگران هم ترغیب به مسکین نکردن بلکه حق مسکین همیشه یا خورده صدقه فطر حقی کیست خودی ملا لیست جور میکنه میگیره پوست قربانی حقی کیست خودشان هم استعمال میتونه خو اول است که بهتر است که به مسکین داده شه کی میگیره
مناسب. در دوره اسقاط حقیقی است فدیه، او که یقینی باشه، واقعی باشه، حق مسکین کی میگیره؟ خیرات حقیقی است. او یا میگه نه برای ما 2 پیازه شوه. شما بگویید دیگه آیات قرآن کی را میگه؟ اگر ما خودم علامت نکنیم یا آیات قرآن در خود متوجه نکنیم، خیر کی؟ چه قسم؟ او حالات چی بود؟ همون حالتی که الله بیان میکنه که امر میکنه که خذوه فغلوه، بگیرشه در گردنش توق پرتی ثم الجحیم صلوه. الله چی بیان میکنه که چرا؟ به خاطری که عقیده به عظمت الله نداشت و حتی ترغیب نمیداد. خود مصرف بگذار، بخیل بود، کسی دیگر هم ترغیب نمیداد. الله میگه فلیس له اليوم هاهنا حمیم، امروز بر یزید اینجا هیچ دوستی نیست. ولا طعام نیست بر یزید خوراک الا من غسل، مگر از زردآب است. لا یاکله که نمیخوره زردآب را الا الخاطئون، بجز از مردمای گناهگار یکی سخت گناه ها کرده. این مردم ها رزقش است. در قرآن کریم گاهی زقوم میاد، گاهی غسلین میاد و هر کدامش طعام امی دوزخیا بیان میشه. این حالات مختلف است، متنوع است، یا گروه های مختلف است. به یکی زقوم به دیگهش غسلین است. الله ما را نگاه کنه. فلا اقسم بما تبصرون، فلا نه 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 اینطور خوب نیست که آدم فراموش کنه حق مسکینه یا حق مسکینه بخوره. نعوذ بالله. الله را عظمتش نشناسه، هیچ وقتی شده نمیتونه. اقسم قسم یاد میکنم بما تبصرون، با آن چیزی که شما میبینی در دنیا نظر میندازی، هر چیزی که در نظرتان میاد الله میگه قسم یاد میکنم. و ما با آن چیزایی که لا تبصرون شما نمیبینی کلگی دلالت بالای عظمت الله میکنه، عظمت قرآن میکنه، عظمت پیغمبر میکنه. هر چیز دلیل عزیزته. یک ترجمه مت قسم یاد میکنم با آن چیزی که شما میبینی و با او چیزایی که شما نمیبینی. در پیش روی شما چیزایی هست که دیدم میشه، نادیدم میشه. وحی الله تبارک و تعالی را اگر شما نمیبینی انکار نکنی. چرا؟ دیگه چیزا هم که شما نمیبینی انکار نمیکنی. درد در جانتان است خلی که نمیبینیشه، احساس در جانتان است نمیبینیشه، عقل در جانتان است نمیبینیشه، فکر در جانتان است، گرسنگی تشنگی کلش در جانتان است نمیبینیشه. انکار نمیکنی بلکه ایره تسلیم میکنی که بله ما گرسنه هستم، ما تشنه هستم، ما احساس دارم، ما درد دارم یا ما خوش هستم. خود دیده نمیتونه. پس آن چیزی را که دیده نمیتونه از اون انکار نکنه. الله را ندیده انکار نکنه، وحی را ندیده، ملائکه ندیده، عذاب قبر ندیده، پول صراط ندیده، جنت و دوزخ ندیده، انکار نکنه. چرا؟ نادیدگیتان شما خیلی زیاد از دیدگی. انسان چی را دیده؟ انه لقول رسول کریم، یقینا قرآن کریم پیغام رسول است، یعنی به ذریعه وحی الهی میآید. اتر رسول کریم که عزتمند است، جامع کل کمالات است. جبرئیل امین را میاره بالای پیغمبر علیه السلام. مراد از رسول جبرئیل امین یقینا پیغام تر رسول فرستاده شده الله است. کریم که عزتمند است، جامع کمالات است، کسی دمیرایش گرفته نمیتونه. یا مراد پیغمبر علیه السلام. این پیغامی است که از زبان مبارک پیغمبر که جامع کمالات است میبراید. و ما هو بقول شاعر، نیست قرآن کریم گفتار شاعر. چرا؟ شعر خو عبارت از خیالات است، این دروغ است، نعوذ بالله، مبالغه است در حق یک چیزی حقیقت نمی داشته باشه. شعر خو کلام مقفا موزون است که قافیه دار باشه. قرآن کریم به او سیستم نیست. یکی شعر انسان هیچ وقت جاذب نمی باشه که تو را کش کنه و تو را قناعت بده. قرآن یک دم قناعت دهنده است، اگر دوست است دشمن است. شعر همیشه جاذب نمی باشه، آهنگ و صدای بیرونیش که خوشت بیاید، بلکه بعضی اشعار خیلی بد میبری، نفرت میکنی به خلاف قرآن. قلیلا ما تؤمنون، خیلی کم از شما ایمان میاره. یعنی اینطور کتابه باید اینطور کتاب هر کس ایمان می آورد، لیکن خیلی کم مردم ایمان میاره. چرا؟ این مردم ها دنبال شعر گرفتن. نعوذ بالله. امروز مسلمان های ما همینطور است. قرآن ترجمه میکنی، جماعت شما را ببینی چقدر کم استه، از چقدر کابل اینی قدر نفر موجود استه. اما برید در وقتی که جلسه های بدعت میشه، در اونجا که خودنمایی ها می باشه، باز میبینی که مجلس ها پر استه او کل مردم در اونجا است. قرآن هم میگه شما فقط قول شاعره او را خیلی خوب میپنداره. چرا؟ و گپای خیالی واهی میزنه. قلیلا ما تؤمنون، خیلی کم شما ایمان میاره. یک معنی است. دوم
قلیلا ما تؤمنون، خیلی کم از قرآن شما عقیده میکنی، مکمل قرآن عقیده نمیکنی، ایمان نمیاری. چرا بعضی مسئله که موافق خواهشتان است او را میپذیری، لیکن کدام که خلاف خواهشتان است او را باز نمیپذیری. ولا بقول کاهن نیست قرآن کریم. قول کاهن همون کسی است که از غیب میگه من خبر دارم، شیطانات جنیات برش میاد. حالی فعلا دایی کابلیتان خیلی زیاد است، در دیگه مناطق هم همیطور است. این بدبختا جادوگران نشسته، هر کدامش میگه من جنی دارم برای من احوالات میاره، یا کلش گمراست، کلی از یا بدبخت هستن. یادتان باشه که پیش از یا نروی، اگر بروی، اگر تصدیق کردی گپایش کافری مطلق استی، نعوذ بالله. اگر تصدیق نکردی همون تو رفتی تا 40 روز نمازتان الله قبول نمیکنه، ثواب براتان نمیده. قلیلا ما تذکرون، خیلی کم شما نصیحت میگیری. در بینتان که از قرآن نصیحت میگیره، فایده میگیره، خیلی کم است. یا قلیلا ما تذکرون، از خیلی کم سخنای قرآن شما نصیحت میگیری. قرآن کلش نصیحت است، خود شما از همش نصیحت نمیگیری. تنزیل من رب العالمین، نازل کرده شده از طرف پروردگار مخلوقات است. گپ و سخن پیغمبر علیه السلام نیست. شعر شاعر خود ساختگی خودش است، افکار خودش است، تصورات خودش است، خیالات خودش است، او را برملا میکنه، بیرون میکنه. قرآن کتابی است که از جانب الله که رب العالمین است، مالک کل مخلوقات است، متصرف مصلح مخلوقات است. پس از امو خاطر الله قرآن برای اصلاح مخلوق روان کرده. ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر جور کنه بالای ما امی پیغمبر که حق است، که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بعض الاقاویل، بعضی گفته‌ها را از جان خود بگویا. لاخذنا منه بالیمین، یقینا ما میگیریم منه از اینمی بالیمین، به قوت خود. این قرآن دیگه برش نمیفرستیم. یک ترجمه لاخذنا منه بالیمین، یقینا ما میگیریم منه ای امی پیغمبر بالیمین، دستی راستیش میگیریم. ثم لقطعنا، که شور نخوره، ثم لقطعنا، بعد از او قطع میکنیم منه از امی پیغمبر الوتین، رگی که در دل وصل است، یعنی رگ زندگیش قطع میکنیم. فما منکم، نمی باش از شما، من احد، هیچ کسی هم، عنه از طرف پیغمبر، حاجزین، منع کننده که من را قطع میکنم. الله وعده کرده که اگر پیغمبر یک سخن جور کنه از خود، من را ماندنی نیستم، از دست راست گرفته رگ گردن قطع میکنم. البته این حق تنها خودی پیغمبر است، یعنی پیغمبری بر حق. در مقابل پیغمبرایی که و دعوای باطل میکنه، مرزا غلام احمدی قادیانی گفته بود، گفته که من دعوای ما حق است، چرا اگر ناحق می بود الله مرا میگرفت، رگ گردن مرا قطع میکرد. او دروغ میگه، این خود حق پیغمبر است که پیغمبر علیه السلام الله میگه. چرا پیغمبر علیه السلام رسول حق بود؟ اگر یک گپ خلاف حق میگفت، یعنی خلاف قول الله، در این صورت الله او را از بین میبرد. چرا مسیلمه کذاب، اسود عنسی، امیر رقم دیگرها که دعوای نبوت کرده، دروغا را جور کردن، الله قطع نکرده و تینی از واره رگ گردن از واره قطع نکرده. چرا؟ و دروغگویا بودن و نه به این رقم مردن، بلکه به مرگای دیگر رقم مردن. پس معلوم شد که این موضوع خاص به پیغمبر بود. این درس برای ما چی میده؟ پیغمبر علیه السلام هر سخنش قابل احترام و عظمت است. اگر در ظاهر تو مصلحت میبینی دیش یا نمیبینی، با مجردی که ثابت شود که قول پیغمبر علیه السلام است، مکمل به سر و جان، به دل و جان تسلیم شو. آلی عقل خود دورای چی مداخله ندی که اونجا دیگه او طرف بکنه، قطعا طور ایگه پارا را ندی. بالکل عظمت پیغمبر قائل شو که از جانب الله است، او هر امری که از جانب الله است، الله حکیم است. هیچ کاری الله، امر الله بدونی حکمت و مصلحت نیست. و انه لتذکرة للمتقین، یقینا قرآن کریم یادداشت است، ذریعه بیدار کردن است، للمتقین، به او مردمایی که در صدد تقوا است. بله قرآن متقین هشدار میده، بیدار میکنه، یارا درس میده که چه رقم راه تقوا را پیش ببره. قرآن خواه بری کلگی تذکیر است، خو فایده متقین میگیره. و انا لنعلم، یقینا ما میدانیم، ان منکم مکذبین، الله میگه بله ما که روانم کردیم میدانیم که بعضی از شما مکذبین است و همین قسم باید باشه. چرا که الله جنتم پیدا کرده، دوزخم. و انه لحسرة علی الکافرین، بله این قرآن کریم مایه افسوس است
علی الکافرین بالای کفار که در قیامت برسن. اونجا میگه که وای 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 چه کتابی بود که همه گپا را بر ما بازگو کرده بود، همه منظره های ایجره بر ما اونجا نقشه داده بود. ما را میگفت اینی چه سبب کامیابی، اینی اسباب و ذرایع بدبختی است. اونجا حسرت است. لیکن این کفار حسرت میکنه، مومن هم حسرت میکنه. اما مردمی که تمام روز پشت دکانداری و دفتر و چیستا روزگار و تجارت و زمین دویده، یک روزم عمر خدا به قرآن نداده، اونجا باز حسرت میکنه. و انه لحق الیقین، یقینا نمی قرآن کریم بالکل حق است، یعنی ثابت و یقینی است بالکل که هیچ شک و شبهه ایش نیست. فسبح باسم ربک العظیم. پس وقتی قرآن حق و این قرآن مایه برای ذریعه برای متقین است، برای راه یابیشان، مایه حسرت بالای کفار است. پیغمبر علیه السلام اعتراضات تاویلاتی مردم که ایره شعر میگه، کهانت میگه، سحر میگه، این گپا مانع دعوتت نشوه، بلکه فسبح، به پاکی یاد کو الله تبارک و تعالی را، مردم هم دعوت کو به پاکی یاد کردن الله که عقیده توحید است. به اسم ربک العظیم، نامی پروردگاری تا العظیمی که بزرگ است. هر نام الله بزرگ است، اسماء حسنا. و یارا به پاکی تو یاد کو. معلوم شد که انسان هرگاه میخواه کامیاب شوه، نامای الله را در دعاهای خود یاد کنه، وسیله کنه، الله و دعا را قبول میکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.